توپ مرواری نوشته صادق هدایت. فایل 9. wordpress.com. حالا ببینیم چه به سر قانون خودمان آمد. همان وقت که قانون در رفت و تلپی صدا کرد، از دهن زمزم علی شاه مرشد هم پرید و اسمش را توپ گذاشت. بعضی از علمای ریشه شناس و زبان شناس و سرشناس معتقدند که یک معنی دیگر قانون که به زبان ایتالیایی کانون میگویند لوله است و لغت توپ فارسی همریشه با تیوب فرانسه به معنی لوله می باشد. چنانکه توپ پارچه و ریش توپی و افعال توپیدن و توپقیدن و توفیدن و توپ زدن و تپاندن و توفانیدن و ترقیدن و توفکاریدن و تفتیدن و توفوختن و توفاناج و لغت توفان و توف و تافونگ چینی و تایفون از همین اصل آمده است. ولکن لغت توپ در حقیقت از تقلید صدای قانون و اهنوتولوپ و تلپوتولوپ و تاپوتوپ به وجود آمده و مانند لغات سینه پهلو و سرما و باقرقره و بادبادک و سکسکه و قمقمه و قوره بی پدر و مادر نیست، زیرا در اصل تولوپی بود. به این طریق که لام چون اولش مکسور بود عطف به واو شد و یای مجهوله مهمله هم در اثر این فاجعه لب ورچید و بعداً به عنوان اعتراض منتظر خدمت گردید و در نتیجه توپ شد و از اینجا لغت توپ با به عرصه وجود گذاشت و جانشین قانون گشت. به علت اینکه لغت مزبور بسیار حساس و دلنازک و مستعد قلب ماهیت بود، برخی از علمای باستانشناس شک نموده و گفتند که عربی سره است و به این مناسبت شایسته است به شکل توپ نوشته شود. ولکن در اینجا ما دل به دریا زدیم و آن را به غلط مشهور توپ ضبط کردیم. والله اعلم بالصواب. زنهای پرتغالی از عوض شدن اسم قانون بسیار دمق گردیدند. از طرف دیگر چون همه آنها برخلاف نص صریح آیه سفر اعداد که به فاتحان توصیه می کند از زنان هر دختری که مرد را نشناخته و با او همبستر نشده برای خود زنده نگاه دارید، نه تنها مردها را به خوبی میشناختند بلکه 1000 جور کثافتکاری هم با آنها کرده بودند و به این آسانی کلاه سرشان نمیرفت. ترسیدند به عنوان صیغه و متعه و کنیز و برده به دست مسلمانان اسیر بشوند و بالاخره گذارشان به بازار برده فروشان بیفتد. همچنین از لحاظ کینتوزی و تقویت پشت جبهه تصمیم گرفتند که جزیره هرمز را تخلیه بکنند و بعد با حمله گازنبوری مرتب پایتخت سیبیل علی شاه را تسخیر بنمایند. این بود که چون مردی در دستگاهشان پیدا نمی‌شد، شکر خدا را به جای آوردند و با دل راحت البرق دخت رو به سرکردگی خود برگزیدند و شبانه توپ را کیدنپ کرده لای نمد پیچیدند و توی کرجی گذاشتند و از روی نقشه جنگی مرحوم مغفور واسکو دو گاما که رنگش به کلی پریده بود راه هندوستان رو در پیش گرفتند. پس از این پیش آمد جزیره هرمز خالی از اغیار و تمام عیار به تسخیر دراویش میهنی در آمد و حق به حقدار رسید. از لحاظ سوق و جیشی حکومت نظامی ابدی در سرتاسر جزیره اعلام گردید و جشن مفصلی برپا نمودند و آنقدر زدند و رقصیدند و هنرنمایی کردند و شیشه خورده و آتش تناول کردند و چرس و بنگ و نگاری کشیدند که آن سرش ناپیدا بود، به طوری که در بورس و بازار سیاه نرخ کبریت و شیشه های بغلی و لیمونادی و چرس به طرز فاحشی ترقی کرد. فردای آن روز نطبق علی شاه چاپار مخصوص سر دریا سالار البرق سوم رو به پیشگاه سیبیل علی شاه برد. شاه بار عام داد و تمام ایلچی ها رو سیبیل تا سیبیل دعوت کرد. اول با شکم ناشتا شراب بی پیری به نافشون بست. بعد همین که سرپوش را از روی سر بریده
البقرق سوم برداشتند، چنان بو و برنگ اغذیه که با روغن کرمانشاهی پخته شده بود در فضا پراکنده گردید که آب در دهن حضار جمع شد و نزدیک بود که روده کوچک روده بزرگشان رو بخوره. سپس سیبیل علی شاه با عصای خیزرانی که در دست داشت روی سر بریده البقرق سوم زد و گفت: شما رو به خدا به سر شاهدست کو آدم میباست چه چیزا با این یه جفت قلاق تک زدش ببینید. یزه بدون نگفتم زیر دوم این واسکه دوگاماس شله است و بر ما چوس گرگی پا شده است. شما باورتون نمیاد. حالا این بندری که اسمش توکی زبونم است و نمیدونم کو انبرونه است یا گنبرونه است. خوابه دیگه هرچی میخواد باشه. از همین فردا اسمشو بندری سیبیل علی شاه بگذاریم. این مردی که شاغلی شاه هم که فتح این نمایونی کرده است و قضا به این خوبی بلد است بپزد، به پاس خدماتی که کرده است بفرستیندنش تو آشپزخونه درباری ما تا برد پی کارش. همین که نطقش به پایان رسید خودش را به شغال مردگی زد و به حرم خود در عالیقاپو پناه برد. مجلس بزم و نشاط و بساط و عیش و انبساط آراست. زر و گوهرش بر سر افشاندند و به شرب می ارغوانی و استماع الحان و اغانی قیام کرد. برای ناهارم فرمان داد از بازار لنجان برایش کله پاچه و سیرابی و جگرک که از غذاهای ملی آن زمان بود بیاورند. فردا صبح ابلاغیه دربار صادر شد و به ملت نجیب مژده داد که هر چند از فرط اضطراب امروز اندماغ ذات ملوکانه نیم میلیمتر بیرون آمده بود، اما وضع مزاجی اعلی حضرت روی هم رفته رضایت بخش است و دام پزشک باشی ها معتقدند که نقاهت ملوکانه به زودی مرتفع خواهد شد. بعد سیبیل علی شاه فرمان همایونی صادر کرد خشنون ظفرنمون رو با ار و تیز جلوی عکس جوانیش که بزک شده بود ساندید و غرور میهنی افراد به طرز وحشتناکی تقویت شد. اما دول معظمه راقی وقت از این پیش آمد تو لب رفتن و کنفرانس بندر چاه تشکیل یافت و به موجب منشور بحر عمان قرار شد. اولندش تعریف راست و حسینی دستور شسته تهاجم رو بدهند و تفسیر کنند. دومندش ممالک محروسه از بلوک استرلینگ خارج شود و به بلوک ریال بپیوندند. سومندش هرچه پرنده نفت مس در مازندران پیدا می شود که زیر دمش بوی نفت می دهد ملک تلق کشورگشایان جنوبی باشد. چهارمندش مستملکات پرتغال در خاور دور و نزدیک محاصره اقتصادی شده مورد مجازات سخت واقع گردد. پنجمندش پرتغالی ها توپ خودشان را دو دستی یادگار به مقامات نیمچه صلاحیت دار ممالک محروسه واگذار کنند. آخرندش دولت پرتغال اسم خود را دولت نارنگی بگذارد. اما متاسفانه هرچه دنبال آنها گشتند دیگر اثری از زنهای متجاسره پرتغالی و توپ پیدا نشد که نشد. حالا دو کلمه از سرنوشت توپ خودمان بشنوید. زنهای متجاسره پرتغالی با حال زار و نزار همینطور رفتند ناگهان بی هوا وارد بندر گوا شدند. با کمال تعجب دیدند که صلیب‌های فراوان سر راه و نیمه راه ریخته و ناقوس کلیسا مثل خروس بی محل مترنم است و آذرچسنوف بیورالاغ به طریق البطارقه جزیره تهران که تبعیدش کرده بودند و نمیدونستن چه به سرش اومده در اینجا دم علم کرده و عده‌ای بالغ بر 10,000 نفر رو عیسوی نموده و به مقام اسقف الاساقفه ارتقا یافته بود.
نام برده با گروه انبوهی از پیروان سیاه‌پوست مسیحی و طبقهای گل رازقی و نارگیل و زنجبیل و حلیله و بلیله و روغن شنبلیله و پوفل و فلفل و هل و دارچین و ازگیل و مامیران و زعفران و تبرزد و سبرزد به پیشواز اونها آمدن. خدمت البغرخدوخت زمین ادب بوسه زد و عرض کرد قبله عالم سلامت باشد. چنان که ملاحظه می‌فرمایید من آمدم با خون جگر زیر پای این مردم نشستم و از گمراهی و بت پرستی و شرمگاه پرستی نجاتشون دادم و به کیش عیسوی دعوتشون کردم. حالا شما با این قانون لعنتی اومدید که دوباره اونها رو چراغ‌پا کنید و از راه راست منحرف سازید؟ مگر نمیدانید که یهوه در سفر تثنیه چه دستوری داده است؟ و تمامی قومها را که یهوه به دست تو تسلیم می کند هلاک ساخته، چشم تو بر آنها ترحم ننماید و خدایان ایشان را عبادت منما، مبادا برای تو دام باشد. حالا خواهشی که دارم این است که یا هرچه زودتر بزنید به چاک و دست از سرمان بردارید و یا پته‌تان را روی آب میاندازم و در این صورت یک نفر از شما جان به سلامت به در نخواهد برد و یا اینکه از خر شیطان بیایید پایین و دست جمعی به کلیسا برویم تا یک دهن دعای توبه پاترنوستر براتون بخونم. باید در نظر داشت که شخص اخیر زیر تأثیر تبلیغات زهرآلود و خانمان برانداز ملحدان مانوی بوقومیل واقع شده بود که تمام دعاهای دیگر مذاهب مسیح را زائد و برخلاف عقیده به دو منشأ خیر و شر می‌دانستند. البغرخدوخت را این سخن دشخوار آمد. دیگ خشمش به جوش اندر شد، روی ترش گردانید و گفت زبانت را گاز بگیر، به قانون اساءه ادب کردی؟ حالا میبینم که بی خود به خودت لقب بیورولاغ نداده بودی. لابد امام 10,000 نفر هستی که به تو اقتدا میکنند و با خودت آنها 10,001 نفر میشود. اما این را بدان که ما نیامده ایم از شما مشورت کنیم و بعد هم اگر لالایی میدانی پس چرا خودت خوابت نمیبره؟ از کجا معلوم است که مذهب شما برای ما دام نباشد؟ گویا فراموش کرده ای که قانون با ماست. وانگهی از کی تا حالا یهودی شده ای که از تورات برایم آیه نازل میکنی؟ در این صورت رجوع کن به کتاب زکریای نبی باب 9. ببین راجع به ظهور مسیح سرکار نوشته که حرامزاده‌ای در اشتر جلوس خواهد نمود و حشمت فلسطینیان را منقطع خواهد ساخت و خون او را از دهانش بیرون خواهم آورد و رجاساتش را از میان دندانهایش. هیچ کس بهتر از خود پیغمبرها آبروی همدیگر را نریختند، مخصوصا وقتی که تضاد منافع پیدا شده است. پس هوای خودت را داشته باش، بدان که جلوی لوطی ملق نزنی. آذر چسنوف ابن بیورولاغ هم سر قوز افتاد و چون متجاسرین پرتغالی کپونهای مربوطه را نداشتند از تحویل پیشکش‌های خود که آب در دهان ضعیفه ها انداخته بودند و نزدیک بود که عمه بکنند خودداری کرد. از طرف دیگر البغرخدوخت که سرکرده غیررسمی زنهای فاجره مهاجره متجاسره بود و میخواست که در اینجا دولت پرتغال آزاد تشکیل بدهد، از این پیش آمد سخت واچرتید. چون به فراست دریافت که آذر چسنوف ابن بیورولاغ جلوی بهانه کسترکی تبلیغ مسیحیت را گرفته و حالا ناگزیر باید نیرنگ تازه‌ای به کار بزند تا یخش بگیرد، اما چون سیاستمدار نبود و هنوز نمیدانست که دیگر دولت پرتغال وجود ندارد و پادشاه رو به مسکونش هم ریغ رحمت به سر کشیده و 70 کفن پوسانیده و حتی در مجالس احضار ارواح هم کسی به صرافت نمی افتد که روح آن بزرگوار شادروان را حاضر بکند، ابتدا دستور داد توپ را کنار بندر نصب کردند، بعد دستش را پر کمرش زد و با صدای زیر دورگه اینطور وراجی کرد: جانم برایتان بگوید من نماینده محترم پرتغال آزاد هستم و برای کفلمه 7 پراکنه هند به اینجا آمدم.
ما در اثر سالها تجربه تلخ دریافتیم که مردم دنیا خوشباور و احمق و توسری خورند و عقلشان به چشمشان می باشد و همچنین دنیا خرطوخر است. اگر ما از حماقت مردم استفاده بکنیم گناه ما نیست. چشمشان کور شود و دندشان نرم. اگر شعور دارند بزنند و پدرمان را در بیاورند. اما حالا که ریگی به کفش دارند و قلدر پرستند، پس فضولی موقوف. بی خود صورت حق به جانب به خود نگیرند، زیرا حق توپخ کشیدن ندارند. آخر ما هم بیکار نمی نشینیم و با قصه بیبی گوزکسرشان را گرم خواهیم کرد. چنان آنها را ترغیب به گذشت و فقر و فاقه و صوفیگری و مرده پرستی و گریه و وافور و توسری خوری می کنیم که دست روی دستشان بگذارند و بگویند باید دستی از غیب برون آید و کاری بکند. اما این دست ما خواهد بود. ما ترک دنیا به آنها می آموزیم و خودمان سیم و غله خواهیم اندوخت. کف زدن حضار. جانم برایتان بگوید همیشه برای اینکه تاریخ عرض اندام بکند یک توپز یا گرز یا قطاره خونالود و یا لوله توپ و یا بمب اتمی برهان قاطع است. چنان که حضرت خاتم النبیین میفرماید انا نبی السیف. آن وقت چند نفر رجاله لازم است که به اسم خدا یا شاه یا میهن هی کرغلو بخوانند و سینه بزنند و خود را نگهبان قانون معرفی بکنند و توده عوام کل انعام را با اشتلم و بیم دوزخ و امید بهشت بفریبند و این توده گمنام هم که اسیر شکم و زیر شکمش است کورکورانه از آنها اطاعت خواهند کرد و به پای خود به کشتارگاه می رود. به این تاریخ عوض می شود. حضار کف زدند و هورا کشیدند میهن مسلخ عزیز ماست. اما چرا علم شریف تاریخ تکرار می شود؟ برای اینکه وقاحت ها و پستی ها و سستی ها و مادر قهبگی های بشر هم تکرار می شود. جانوران بت نمی پرستند، قلدر نمی تراشند و به کثافت کاری های خودشون نمی بالند. برای همین تاریخ ندارند. صفحات تاریخ بشر با خون نوشته شده. هر قلدری که وقیح‌تر و درنده تر باشد بیشتر کشتار و غارت بکند و پدر مردم را در بیاورد در صفحات تاریخ عزیز چوسانه تر است و به اصطلاح نامش جاویدان می شود. گاهی لقب عادل هم به دمش می چسبانند و حتی به درجه الوهیت هم او را بالا می برند. این از خصایص اشرف مخلوقات است. آن وقت موجودات احمق وازده‌ای که ریزخواران رجاله های تازه به دوران رسیده می باشند قد علم می کنند و جریان وقایع را با منافع شکم و زیر شکم خودشان تطبیق می دهند. با جملات چسبیده پرطمطراق و سجع قافیه پرده روی جنایات و حماقت‌های کارنامه این قلدرها می‌اندازند و اسم خودشان را مورخ می‌گذارند. به این طریق افسانه به وجود می‌آید. خوبیش این است که از افسانه هم درس عبرت نمی‌شود گرفت. تنها فایده تاریخ این است که از مطالعهش انسان از ترقی و آینده بشر هم ناامید می‌شود. در هر زمان که آدم‌ها به هم برخورده‌اند این برخورد دائمی همیشه کشت و کشتار به بار آورده. هر ملتی که به درجه تمدن رسیده است ملت همسایه‌اش که قلدر و پاچه ورمالیده بود به اون حمله کرده و هستی‌اش را به باد داده است. خاصیت هر نسل این است که آزمایش نسل گذشته را فراموش بکند. وقایع تاریخ یک فاجعه و یا رمان است که به تناسب مقتضیات وقت هر مورخی مطابق سلیقه خودش از میان هرج و مرج اسناد تاریخی بهره برداری کرده است. اما ربطی به ما ندارد. فقط درس پستی و درندگی و کینتوزی به ما می‌آموزد. به همین علت بشر را وادار می‌کند همیشه رو به قهقرا برود. فقط الفاظ فرق می‌کند. اما دیکتاتور امروز به مراتب خطرناکتر از دیکتاتور 1000 سال پیش است. کف زدن ممتد حضار. باز هم تجربه به ما ثابت کرده که مذهب مسیح بهانه و افزار دست یک مشت گرگ است که به لباس میش در آمدند و جز تخم نفاق و کینه ثمر دیگری به بار نمی آورند.
زیرا یک دسته انگشت شمار مثل اسقف الاسقافه خودمان، اشاره به طرف آذرچسنوف ابن بیورولاغ کرد، برای تایید حرص و آز و شهوت و خودپسندی و جاه طلبی خودشان آمدن دنیایی نامرئی و خدای قهاری تصور کردند که همان تمایلات پست آنها را دارد. آنها نماینده و تعزیه گردان همین دستگاهند و برای سود و زیان خود آیه از زبور و تورات می آورند و پایش بیفتد با شیطان هم می سازند تا موجودات را تا ابد پست و احمق و گدا و مطیع نگه دارند. و همین که قوت یافتند، این آقایان زاهد و عابد و مسلمان حتی مدعی تاج و تخت هم می شوند. به همین مناسبت یک پا دشمن خونی ما هستند. اگرچه من از لحاظ سیاست استعماری در نظر داشتم که شعائر اسلامی را تقویت بکنم، اما حالا که سر گوز افتادم از این کار به کلی چشم می پوشم، زیرا ما از ته قلب به مذهب لینکلن گرویده ایم و دیگر حنای هیچ مذهبی پیشمان رنگ ندارد. جانم برایتان بگوید اگر خدا وجود داشت دیگر احتیاجی به کشیش و آخوند و خاخام و مسجد و کلیسا و کنیسه نبود. مظهر پرستش ما محسوس و در دسترس همگی است و میانجی لازم ندارد. حتی از تبلیغ هم بی نیاز است. مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید، چون آنچه مشکوک است همیشه تبلیغ لازم دارد. اگر مذهب راست میگفت این همه زندان و پاسبان و بیمارستان و تیمارستان و قشون و کینه و جنگ‌های صلیبی و مذهبی وجود نداشت، زیرا دین و مذهب از ابتدای پیدایش تا کنون جز موجبات بدبختی و تبهروزی مردم را فراهم نساخته و جز دکانداری و آلت خر کردن مردم چیز دیگری نبود، چه آنکه از پایه و اساس موهوم بود. اساساً تمنای تذهیب آدمی از راه مذهب جز از قبیل تمنای دفع فاسد به افسد نیست. از بدمنشی ها و کثافتکاری های آدمی از همه فاسدتر همان ایمان مذهبی است. ایمان مذهبی بزرگترین دروغ هایی است که بشر برای تبرئه خود قالب زده و گشادترین کلاهی است که به سر خودش گذاشته است. فقط به این وسیله نمایندگان آن به اقتضای زمان در خر کردن مردم و سوار شدن بر گرده آنان کوشیدند. کدام مذهب است که توانسته باشد 5 دقیقه از شرارت بشر بکاهد؟ برعکس می‌بینیم همیشه تعصب و خرافات و حماقت بشر را برای پیشرفت مقاصد خود دستاویز قرار داده و یک میانجی کشیش یا آخوند لازم دارد که کلاه مردم را به امید بهشت و بیم دوزخ بردارد و به ریششان بخندد. مذهب ما میانجی لازم ندارد، لذا قانون ما این توپ رضی الله عنه می باشد که مشاهده می کنید و آلت پرستش ماست. زنان فاجره پرتغالی که از مسلمانان دل پرخونی داشتند دست جمعی خواندند: مسلمان گر بدانستی که توپ چیست، یقین کردی که دین در توپ پرستی است. ز اسلام مجازی گشته بیزار، کزان کفر حقیقی شد پدیدار. اگر کافر ز توپ آگاه گشتی، کجا در دین خود گمراه گشتی؟ جانم برایتان بگوید اما از لحاظ روش سیاسی چنان که ملاحظه می کنید از این دقیقه به بعد ما فاتح هند هستیم. سرکردگان سالها مشغول مطالعه حمله به هندوستان بودند و کاری از پیش نبردند و آخرش جلوی یک مشت درویش لندهور زانو زدند و سپر انداختند. ولکن ما دست به ترکیب هیئت حاکمه شما نمیزنیم، برعکس از غرور ملی و مذهب لینکلن و مهارجه میهم پرست شما تقویت خواهیم کرد، به این معنی که استقلال ظاهری و عنعنات دینی شما را اجالتا محترم میشماریم تا بهتر بتوانیم پدرتان را در بیاوریم. زیرا دستگاه محاکمه دست نشانده غلام حلقه به گوش ما خواهد بود و در این صورت هیچ گونه مسئولیتی به عهده ما نمی باشد. جانم برایتان بگوید چون شما ملت پست عقب افتاده‌ای هستید، باید در عوض
همه محصولات زیرزمینی و بالای آسمانی خودتان را 2 دستی به بیت المال کفر ما تقدیم بکنید و ما به موجب برنامه 7 ساله‌ای که تنظیم کرده ایم برایتان زندانهایی با سیستم جدید بسازیم و جاده‌های نظامی و فرودگاه درست بکنیم. بانک‌های خارجی پولتان را کنترل بکنند و نظامتان در دست ما باشد. همچنین برای اینکه در جرگه ملل مترقی درآیید باید قرض هنگفتی از ما بکنید تا توپ و تفنگ و خمپاره و آتشخانه‌های وازده کهنه و بنجل‌های خودمان را برایتان بفرستیم و به این طریق تا ابدالآباد زیر دین ما بمانید. حضار کف زدند و گفتند چنین کنند بزرگان چون کرد باید کار. جانم برایتان بگوید مخلص کلام این که ما برای دوشیدن شما آمده ایم و من شخصا مسئولیت وجدانی دارم که پرتقال‌های 7 پراکنه هند را مصادره بکنم و برای هم میهنان عزیزم بفرستم. حالا دیگر خود دانید. زنده باد مهارج کاپوتوالا، پدر تاجدار و نابغه دهر ولایت آلبوقرق دخترآباد. زنده باد مذهب مقدس لینگوم. مرگ سیاه بر کلیسا. محو باد کشیش مفتخوار و مردخوار. آکل شتری بیفتد به پایین تنه پادشاه پرتغالمان.